سلام رفقا، حاضر من امیر MD 23 هستم و همونطور گفتم میبینید گونم الان به همون شکلی خودم اعتقاد دارم از این مچو فقط بدم هدشات بزنیم. فقط اولین هدشات همین الان میزنیم با کلاچ. یک دونه هدشات بدم و ثبت ما ببینیم تو این 5 تا امروزی ما چند تا هدشات میتونیم بزنیم. باید فقط هدشات بزنم. کجا این یه باختی همون فقط باید هدشات بزنم. آخ اینجا نمیشه هدشات. لشکر ندارم مردیم ولی فقط هدشات رو بزنیم. از این سمگون از منه نکن با آقای حریف. از این گون دستم بیاد میتونم بزنم. آره گون دستم فقط بیاد. کولد بابا از این خیلی تر دیگه من نکنم. اگه شما دیدین خیلی دوستان کانال ما رو همیشه دنبال کنید. ما دنبال مشترک های زیاد هستیم. ویدیوهای جدیدی که خودتون هم میگین بگین که ما بذاریم که مورد پسند شما باشه. آخ متکید میخواستم بذار. فعلا یه جورای چشم بردیم دا اینجا. فعلا رو نتونستیم گوی باشیم. رد هاجیم زدم. یکی دیگه بود جونم پر نبود و میرفتم جون پر میکردم. 3-1 فعلا که هیچ. هدشات فقط اسنایی برمیداریم. یا همینجا به نظرم. اوه اینجا نیست. اما جلوش فکرم لگه بابا. بله دروغ های فری فایر رو میبینیم. مخ مهم نیست. مخ ببین نیار منه یه جون دیگه هم بکنیم. هدشات این تیبل. هدشات این تیبل مجکیده هم میشکنه اما خود این باش نیست. شانس ما رو میبینیم از این بر برو. یکی دیگه بابا اصلا نمیشه هدشات. خیلی خوب دوستان من فعلا هدشات رو ول می‌کنم. فقط میخوام الان امتیاز بگیرم با خودم بالا ببرم. اون دوجی این شد یه اشتادی علکی بایستده اونجا. فکر کنم من لگم داشت. من خودم این کارم. خیلی خوب دوست گرامی من یه چیز بگه تا از همینجا بیروشیمش. خیلی خوب فعلا خدافظ تا ادامه مشت با من رو.